سلام دوست عزیز. امروز میخواهم درباره شرایط مناسب مطالعه و عوامل مؤثر در یادگیری برای شما معرفی بگیرم. شرایط مناسب مطالعه و عوامل مؤثر در یادگیری مواردی هستند با دانستن به کارگیری و یا فراهم نمودن آنها میتوان درس خواندن را آغاز و مطالعه بهتر، فعالتر و مفیدتر و بهره‌وری و در نتیجه بالاتر و بیشتری داشت. در واقع این شرایط با ما می‌آموزند که قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار بگیریم، در عین مطالعه چه مواردی را فراهم سازیم و چگونه به اهداف مطالعاتی خود برسیم. اولین باید مراعات بکنید داشتن هدف و انگیزه است. دومیش آمادگی میل داشتن به یادگیری. سومین اصل مکان مناسب برای مطالعه. چهارمین زمان مناسب مطالعه. پنجمین آغاز درست. برای موفقیت در مطالعه باید مطالعه را درست آغاز کنیم. ششمین برنامه ریزی. یکی از عوامل اصلی موفقیت داشتن برنامه منظم است. هفتمین نظم و ترتیب. هشتمین حفظ آرامش. آرامش ضمیر ناخودآگاه را پویا و فعال می کند. 9. سلامتی و تندرستی. معروف است که میگن عقل سلیم در بدن سالم است. دومین اصل وضعیت مناسب و راحت جسمی هنگام مطالعه. یازدهم تغذیه مناسب. دوازدهم استراحت، خواب کافی. خواب فراگیری و حافظه را تقویت می کند. سیزدهمین اصل ورزش قبل از مطالعه از طرف سوپ. چهاردهم توجه به درک صحیح و کامل مطلب. پانزدهم استفاده صحیح و مناسب از وقت و فرصت. شانزدهم استفاده از روش صحیح و استانداردهای مطالعه. هفدهمین اصلاح و تغییر عادتها و شیوه‌های غلط در مطالعه. هجدهم تمرکز حواس. نوزدهم حذف عوامل مزاحم فکری و رفع مشغولیت‌های ذهنی در مطالعه. بیستمین یادداشت برداری و نوشتن نکات مهم تا در زمان کوتاه از روی یادداشت‌های خود مطلب را مرور کرد. خواندن بدون یادداشت برداری یک علت مهم فراموشی است. شیوه درست مطالعه 4 مزیت زیر را به دنبال می کند. 1. زمان مطالعه را کاهش می دهد. یعنی کتابی را که شما به 2 ساعت مطالعه می کنید، اگر شیوه های درست مطالعه را به خوبی بفهمید، به 1 ساعت شما می توانید کتاب را مطالعه کنید. دومیش میزان یادگیری را افزایش می دهد. سومیش مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی تر می سازد. چهارمین به خاطر سپاری اطلاعات را آسانتر می سازد.